از 7 میلیارد به 500 میلیون نفر دستور کار نخبگان جهانی برای کنترل جمعیت. تصور کنید یک شب سر به بالین میگذارید و چندین سال بعد در جهانی به کلی متفاوت از خواب بیدار میشوید. در این جهان آینده تمام کارهایی را که انجام میدهید نظارت و کنترل میکند. یک نهاد حاکم بین المللی کنترل جهانی همه فعالیت‌های انسانی را در کنترل دارد. آنها هرچه را میخورید و میآشامید، جایی که زندگی میکنید، مقدار سرما یا گرمای خانه‌تان و مقدار سوختی را که میتوانید مصرف کنید تعیین میکنند. هر کسی مخالفت کند یا باید بکوشد علیه این سیستم سر به شورش بردارد یا برای بازآموزی فرستاده شود. در این جامعه جمعیت جهان 90% کمتر از میزان امروزی است و همه انسان‌های باقی مانده به شهرهایی با محدودیت‌های اکید رانده شده‌اند که بیشتر شبیه زندان‌ها اداره می‌شوند. چندی پیش به بهانه فرارسیدن 31 اکتبر که سازمان ملل متحد آن را روز رسیدن جمعیت جهان به مرز 7 میلیارد نفر اعلام کرده بود، مطالب بیشماری در رسانه‌های جهان منتشر شد. بیشتر آنها شاید بی آنکه بدانند نظرهایی را طرح کردند که نخبگان جهانی سالهاست هم و غم خود را معطوف تحقق آنها کردند. بنا به اعتقاد این نخبگان که آن را آشکارا در موقعیت‌های مختلف نیز بیان کردند، زمین حد اکثر گنجایش چند صد میلیون نفر جمعیت را دارد و برای حفظ سلامت زمین و بشریت هرچه زودتر باید برنامه‌هایی را برای رساندن جهان به این سطح از جمعیت به اجرا گذاشت. به عبارت دیگر از نظر این صاحبان قدرت و ثروت حدود 90% جمعیت زمین نانخورانی اضافی هستند که باید هرچه زودتر و به هر بهانه‌ای از شر آنها خلاص شد. بدیهی است با داشتن چنین نگرشی نسبت به انسانها و به ویژه مردم کشورهای فقیر جهان احتمال به اجرا گذاشتن سیاست‌های ضد انسانی زیادی از طرف آنها وجود دارد. سازمان ملل متحد رسما روز 31 اکتبر را روز 7 میلیارد نفری اعلام کرده است. بنا به برآورد این سازمان در این روز جمعیت کره زمین برای اولین بار به 7 میلیارد نفر خواهد رسید. بیشتر اوقات سازمان‌هایی همچون سازمان ملل متحد به سادگی از ثابت نگاه داشتن جمعیت جهان سخن میگویند، اما در میان نخبگان جهانی تعداد بسیاری هستند که از سخن گفتن علنی درباره هدف خود برای کاهش جمعیت جهان به 500 میلیون نفر یا حتی کمتر هیچ هراسی ندارند. از نظر من و شما شاید خلاص شدن از 90% جمعیت جهان کاری جنون آمیز باشد، اما هرچه میگذرد این بحث در بین نخبگان جهانی پررنگتر و پررنگتر می شود که رسیدن به چنین هدفی به نفع سیاره زمین است. در واقع اصلا تصادفی نیست که سازمان ملل متحد روز 7 میلیارد نفره را دقیقاً همزمان با روز هالووین 3 قرار داده است. شاید خواستند با این کار نشان دهند رسیدن جمعیت جهان به 7 میلیارد نفر چقدر ترسناک است، یا شاید تلاش داشتند با همزمان کردن این روز با روز جشنواره مرگ پیامی را برای ما ارسال کنند. به هر حال به نظر می رسد تصادفی نیست که دست بر قضا این روز با روز هالووین همزمان شده است. اصول راهنمای بدنام جورجیا بیان می کند حفظ تعداد جمعیت جهان زیر 500 میلیون نفر برای توازن طبیعت واجب است. تد ترنر مؤسس CNN نیز میگوید جمعیتی 250 تا 300 میلیون نفری، یعنی کاهشی 95%، متاسفانه طرح این نوع اراجیف را حتی در دانشگاه‌های بزرگ خود شاهدیم. اریک آر پیانکه استاد زیست شناسی در دانشگاه تگزاس زمانی نوشته بود نمیخواهم آرزوی بدی برای انسانها کنم، اما من متقاعد شده‌ام که وضعیت جهان از جمله کل بشریت بدون وجود بسیاری از ما بسیار مطلوب تر خواهد شد. اگر جمعیت جهان را تا 90% کاهش دهید دیگر تعداد زیادی انسان باقی نخواهد ماند تا آسیب‌های زیست محیطی جدی به زمین وارد آورد.
بیشتر اوقات سخن گفتن نخبگان جهانی از کنترل جمعیت معمولاً از نظر سیاسی درست است. آنها هنگام بحث درباره نیاز به کاهش جمعیت زمین بیشتر از عبارت‌های همچون توسعه پایدار و کاهش نرخ زاد و ولد و کیفیت زندگی نیز سخن میگویند. البته در جهان غرب چنین موازینی ابتدا به عنوان موازینی داوطلبانه پیکربندی میشوند. زمانی که تعدادی کافی از مردم به تمهیدات داوطلبانه کنترل جمعیت روی آورند، این تمهیدات اجباری میشوند. به برکت فناوری آنها فقط به چند صد میلیون نفر برای اداره سیستم خود نیاز دارند و بقیه ما را نانخورانی بی مصرف میبینند. شاید این حرفها برای بسیاری از شما عجیب به نظر برسد، اما این موضوعی است که در بسیاری از کالج‌ها و دانشگاه‌های سراسر جهان غرب به آن میاندیشند. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو ما رو همراهی کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد میتونید لایک و سابسکرایب کنید. خوشحال میشم که نظراتتون رو در قسمت کامنت ها برای بنده بنویسید. شما چه فکر میکنید؟ آیا واقعاً باید از جمعیت جهان 90% کاسته شود؟